خدایا من آدم درد دل کردن با کسی نیستم، اصلا نمیتونم حرف دلمو به کسی بزنم. تو هم نه اون رفیقی هستی که بعد شنیدن حرفام قضاوتم کنی، نه اون تراپیستی هستی که ازم ساعتی 500,000 تومان پول بگیری. همیشه شنیدی، به حرفام گوش دادی، دمت گرم. خدایا درگیرم، گرفتارم، به خدا دهنم داره سرویس میشه، 8م گروه اینو همه. منم جوونم، منم پر از عقده‌ام، منم غرور دارم، منم دلم میخواد مثل آقازاده ها زندگی کنم، ولی نه ازت توقع پولی دارم، نه ازت توقع جایگاه و مقامی دارم. به خدا هیچی نمیخوام. خدایا دلم آروم نیست، روح و روانم خسته است، بس که فکر و خیال میکنم. اگه میشنوی صدامو یکم آرامش بده به این قلب، همین.